سلام کانال یوتیوب من، خوش اومدین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. پارت 3. یه لبخند کمرنگ زد و گفت تو فقط به چیزایی نگاه کردی که خراب شد. اصلا حواست بود چند بار از بین این بدترین شرایط زنده بیرون اومدی. تو فقط شکست ها رو جمع کردی ولی پیروزیات رو هر بار انکار کردی. نمیدونم چی شد ولی همونجا بدون اینکه بفهمم چشام خیس شد و گریه کردم. نه از غصه بود، از یه چیزی شبیه خشم یا شاید رهایی، شاید آرامشی برگشت. میخوای نفرین رو بردارم؟ زیر لب گفتم آره میشه. مگه میشه؟ گفت باشه ولی قبلش یه چیزی رو بدون. اگه قبول کنی که خودت ساختی، قدرت تغییرش هم داری. اگه قبول نکنی، هر کسی هر چقدر هم جادو واقعی رو بلد باشه بازم برات کاری نمیتونه بکنه. اون لحظه یه سکوت سنگینی افتاد و من فهمیدم که این دیدار قرار زندگیمو از وسط نصف کنه، قبل و بعد. وقتی از اتاقش اومدم بیرون هوا تاریک‌تر شده بود، اما عجیب سبکتر راه میرفتم. انگار اولین بار تو عمرم یه ذره کنترل زندگیمو پس گرفت و من همونجا فهمیدم که ساخته ذهن من بوده، که من با بدشانسی، بدبیاری و همه این چیزا فکر میکردم که جادو، طلسم یا حتی یکی منو نفرین کرده. این دیدار ما باعث شد که بفهمم همه چیز در من، در وجود من و در ذهن من وجود داره. مرسی که داستان 3 قسمتی من رو تا آخر گوش دادی و این که دوست دارم لایک و کامنت رو حتما در مورد این داستانم رو بر من به اشتراک بذارید. تا داستان‌های بعدی منتظر بمونید. بوس بهتون.